این تکنیک توی اکسس میخوام الان براتون بگم، به نظر خودم آخر برنامه سازی توی اکسسه و تا حالا هیچ کجا ندیدم که این تکنیک رو کسی آموزش داده باشه. این یه فرم گزارش توی اکسس هست. هر کدوم از فیلدهایی که این بالا هست رو اگر تغییر بدیم، زیر فرمی که پایین هست تغییر میکنه. ببینید چطور ما میتونیم فیلدهای بالا رو وصل کنیم به زیر فرم پایین و هر تغییری که میدیم بلافاصله دیتا رفرش بشه. خیلی ساده است. بایستی یک کار کوچیک توی هر کدوم از این فیلدها انجام بدیم. میام داخل دیزاین فرم، یکی از این فیلدها رو کلیک میکنم. در پراپرتی این فیلد در سربرگ ایونت یه ایونتی داریم تحت عنوان آن چنج، یعنی وقتی این فیلد تغییر کرد چه اتفاقی بیفته. این دکمه 3 نقطه رو میزنم، وارد بخش برنامه نویسی در اکسس میشیم. نترسید، به این کدا نگاه نکنید، میخوایم 2 خط کد بنویسیم. این 2 خط کد چیه؟ ما میخوایم یک عملیات ریکویری انجام بدیم، اما قبل از اون بایستی اسم فرم هامون رو بلد باشیم. ما 2 تا فرم داشتیم، یکی خود این فرم آبی رنگ هست که یه اسمی داره، اسمش این بالا نوشته. یکی هم زیر فرمی که اینجا ما در کنترل ساب فرم قرار دادیم. کنترل ساب فرم رو ما مفصل تو دوره اکسس پیشرفته توضیح دادیم، میتونید اونجا کار کردن با این کنترل رو یاد بگیرید. اینجا ما یه دونه فرم داریم، شد 2 تا نام فرم. ما الان میخواییم بگیم که وقتی من این کنترل رو مقدارش رو چنج کردم، بیا داخل این فرم آبی رنگ، از داخل این فرم آبی رنگ بیا داخل این زیر فرم و اطلاعات اون رو ریکویری کن، شبیه رفرش. برمیگردم توی سربرگ ایونت آن چنج، تو قسمت برنامه نویسی اگه اینجا دقت کنید این اسم فرم اول هست. اگر من فقط این اسم رو نوشته باشم، بقیه‌اش رو من پاک میکنم، دیلیت، به محض اینکه نقطه رو بزنم یه پنجره باز میشه، اسم فرمم رو تایپ کنم برای من میاره و من میتونم فرمم رو اینجا اسمش رو پیدا کنم و استفاده کنم. حالا من اسم فرم رو قبلا دارم، کنترل وی رو میزنم و بعد اینجا یه دات دیگه، یعنی خود اکسس به شما کمک میکنه. من ریکویری رو نوشتم، خودش برای من میاره. این دستور ریکویری رفرش اطلاعات رو برای ما انجام میده. با این یه خط کد شما میتونید اطلاعات فرمتون رو زمانی که این کنترل تغییر میکنه رفرش کنید. همین کد رو من در کنترل تاریخ هم نوشتم، یه خط کد بود که این کد رو اکسس به من کمک کرد بنویسم. بقیه کنترل ها هم همینطور، حتی این چک باکسی که اینجا دارم تو رویداد آن کلیکش همون کد رو نوشتم و خیلی راحت این فرمی که اینجا داریم به کنترل ساب فرمی که پایین هست وصل میشه و اطلاعات رو برای ما رفرش میکنه. درسته یه خط کد نوشتیم، اما این کد نویسی اصلا پیچیده، زیاد و سخت نبود. برنامه سازی توی اکسس ساده است. اگر میخواهید یک برنامه ساز حرفه‌ای توی اکسس بشید، بهتون توصیه میکنم که روی سایت استارتاپا در قسمت دوره‌های آموزشی دوره اکسس مقدماتی و پیشرفته استارتاپا رو شرکت کنید، یک برنامه ساز حرفه‌ای توی اکسس بشید.